دوستان نازنین، قسمی که شما در تصویر میبینید و باز هم ما فعلا این تصویری که میبینید به خانواده‌ای که کمک کردیم، یعنی از کابل دور و در موقعیت زندگی میکنن که واقعا اینا مستحق هستند و فعلا در بین یک تپه قرار داریم که جز غیر یک خانه که اون در اونجا است. به اون خانواده‌ای که کمک کردیم البته از طرف بنیاد خیریه امید حیات میریم ازشان پرسان میکنیم ببینیم که چی کردن چی میکنن. بالاخره امیدوار هستم که تا لحظات اخیر ما را همراهی بکنین و همچنان پیشنهادات انتقادات جهت بهبود برنامه شما ارائه بکنین و همچنان نظریات خدا و اگر شما هم خانواده‌ای که میفهمین مستحق هستن میتونین که با ما معرفی بکنین. خب ما را دیگه همراهی بکنین دیگه بلندیس با ما هست که دیگه نفس ما را زیاد سوختان و ببینید که ما را همراهی بکنین. دوستان نازنین در این کوبیه صفی جان یک چی رقمون عرق کرده، هوا خیلی گرم است و واقعا زندگی کردن در اینجا خیلی مشکل است. واقعا ما خانواده‌ای که سروی میکنیم واقعا هم خانواده‌ای هستن که مستحق هستن. سلام خدمت شما، خوب هستین؟ صحتمند جان شما جور خیرتی است؟ بخیر هستین؟ مانده کاروبار سلامت باشین. بخیر هم نگه خودت گلکاری داشتی؟ اینجا نسیم محترم پایین کار میکردم. بعد از این شما تشکر و تبریک میکنم از شرکتی که شما با ما همکاری کردین. زنده باشین، بخیر باشین. تشکر میکنم از شما. کجاست این سر صدای اندیوالای ما نبره؟ کجاست مرغا؟ اینجا نسیم محترم اینجا ماستا اونجا ماستا دو تا خانه جور کردیم برای مرغانچه که در شب که در روزش. اوه ما یک تا خانه نمیافیم برای دو تا خانه. دیگه و خیر و سلامت باشین. تشکر ایزا و شما میکنیم. یک 70 80 خانه اینجا هستیم که برامون دیگه عوام نیست. اگر همین شرکت همکاری و با خدا و با شما همکاری اگر میکنین میارین که هنوزم بیا خدا مهربان است، خدا مهربان است. باش اول امی قسم مرغا یک دفعه خلاص باز غم عوام میخوریم. شما در نکنه. سلام علیکم. خب چطور هستین که مرغا چی کردین؟ بالاخره مرغا یک ذره جان گرفته، قدش بلند شده نشده؟ ماشاءالله بسیار خوبش، بسیار بلند شده، بسیار رشد خوبش کرده. تشکری از شما میکنیم. جان سپاس. حالا ایره که شب یک جای انتقال میتی روز دیگه جای چرا دلیلش چیه؟ روز یک ذره او طرف روشن است، از طرف روشنی باز شب که است دیگه او طرف کمی چیست میگیم کدام چی می نبره. بعد دیدم روی خانه دیگه آوردیم اینجا یک خانه برش جور کردیم از طرف شب اینجا میاریم. خب حال فعلا دو طرف است. تو بیا ما خود بسیار کت از مرغا دمی روزایی که در توزیع بودیم بسیار چی میگن روزای خوب و خاطرای خوب و خاطرای خیلی بد هم داریم. نه خدا کنشون کلش دانه میخوره. ماشاءالله ماشاءالله. اینا دوستان عزیز ببینید چه خوب مرغان چگک خوب برای چور کردیم. میگم کوش بگو که یک سی میگه پا بگی به خاطر از اینکه فضا بازتر باشه خوبتر است. نه چشم میگین است مخرم چشم. کدام مرغ خود تلف ایگه پا نشده ان شاء الله؟ نه ان شاء الله نداریم. خب بسیار خوب. خودت از مسئولیت خود نگفته که چی مسئولیت داری؟ چی میگنی؟ کار و بار خودت چی است؟ کار میکنم دمی چی آقا خشت نیست میذارم و دیگه کار میکنم اخر. خب بسیار خوب. چطور است یمی مرغای کال فعلا دولت رشد از بخیر تو یک ذره تغییراتی که به زندگی اقتصادی گپ شما خاط آورد یا نآورد؟ حتما این نسل محترم میاره. حتما بسیار خوب است. بسیار از این پروژه شما اضافه تشکر جهان سپاس تشکر میکنیم که شما همکاری کردین. اصلا نمی خانواده ما کرن از شما رضا است. والا کی راورد میگه ما مصرفات پیدا شید ما دیگر روز و شب میگه قطعی چی هستیم مصروف هستیم. برون بسیار خوب است میگه. بسیار خوب. سلامت باشین. برو بستش بکو. زنده باشین. دوستان عزیز ای که واقعا مکان خودشون شما در تصویر دیدین که اینجا واقعا زندگی کردن خیلی مشکل است و بسیار دشوار است و اینجا هوا نداره و در پلیزی واقعا اگر کس پول و پیسه و دارا باشه خاصا اینجا زندگی نمیدونه. حالت های مجبوری است. همین مردم افغانستان همی مشکلات اقتصادی را دارند و این برادرمون واقعا یکی از کسایی بود که نیازمند بود و ما خواستیم که بنیاد خیریه امید حیات به می خانوادهایی که اصلا دور از شهر کابل و دور از دید چشم مردم زندگی میکنن و زندگی بسیار دشوار دارن همراهشون کمک همکاری میکنن. خب خدا رو شکر که دایی البته ما کار نکردیم، ما یک کارمند هستیم ولی دمی سهم
که یک ثواب میشه و وقتی که ما میایم حال احوال از برادر ما میگیریم و ببینیم که در چی حال رو که خوشبختانه خودشان خانوادهشان بسیار خوشحال هستند. البته از بابت از امی مرغایی که از طرف بنیاد خیریه امید حیات بر از اینا اهدا شده و کمک همکاری میکنن و فعلا پلانای خیلی خوب دارن. خب پلانتون چی است در رابطه با اینکه به خیر مرغا دیگه سر تخم بیاید چی میکنین؟ آخر پلانتون چی است؟ هرچی که انجینر سوی محترم شما که بگین ما امکان نه دیگه مرغا خو مربوط شما میشه دیگه، نه شما بگین. اگه وقتی را که تخم آمد هرچی را که شما بگین ما هم کار انجام میدیم. والا دیگه ما چیز نداریم، خب واسه یک روز میایم تخم خوردن. سه ما در خدمت هستیم سر جان. سلامت باشین، زنده باشین. سلام علیکم، خداحافظ شما. شما هم بخیر باشید. زنده باشید. دوستای عزیز و این بود البته خانه سیومی که ما طبق معمول هر خانه را میریم سروی میکنیم و میبینیم. با امید هستم که تلاشات اخیر ما را حمله بکنیم میریم در جای بعدی که خانواده دیگه که برشان از طرف بنیاد خیریه امید حیات البته امی شمرغایی که تقدیم کردیم ببینیم که در چی حال هستن. امیدوارم که تلاشات اخیر ما را حمله بکنیم. خدا نگهدار همتون. بدرود.